میدونین اگه قولنج گردنتون اشتباه بشکنین چه اتفاقی میفته؟ همه ما میدونیم که وقتی ما داریم قولنج انگشتامون یا مچمون هر جایی رو میشکنیم، حباب‌های گاز بین مفاصل رو داریم به زور خارج میکنه و این حباب‌های گاز دوباره تا جایی که علم در واقع پیشرفت کرده دوباره پر میشه و ضرری نداره. ولی داخل گردن یه تفاوتی هست. گردن پر از شریان‌های کوچک خونی که خون رو از قلب به مغز میرسونه. شما اگه مفصل گردنتون رو اشتباه بشکنین، باعث میشه که خون کم کم لخته بشه و این لخته ها به سمت مغز حرکت کنه و سکته کنه. شاید تا حالا شده این سال براتون پیش بیاد که اگه گردنتون رو قطع کنن تا چند ثانیه زنده بمونین؟ مطمئنا نه، ولی خب من اینجا که به شما بگم. در سال 1905 یک دانشمند فرانسوی یه تحقیقی آغاز کرد که ببینه قربانیان اقدام گیوتین تا چند ثانیه بعدش زنده میمونن. زمانی که رفت بالا سر این پروژه میشه گفت به این داستان نمیخوام اسمشو بگم، احتمالاً یوتیوب بنم میکنه، ولی خب زمانی که اونجا رفت دید که لب‌ها و چشم‌های افرادی که توسط این دستگاه میشن شروع به حرکت کردن میکنه بعد از اینکه. ولی این تمام ماجرا نبود. این داداشمون اینجا وای نمیستاد که مثلا ایول حاجی چشاش حرکت میکنه 1 2 3 4 مثلا انقدر ثانیه تکون میخوره. این آقای فرانسوی عزیز ما بعد از اینکه لب‌ها و چشم‌ها کم کم داشتن از کار میافتادن و بسته میشدن، اسم قربانی رو بلند داد میزد و قربانی چشاشو باز میکرد. ترسناکه نه؟ آره واقعا. با خودتون حتما میگین که اون مال سال 1905 بوده، چند درصد اصلا درست بوده و چند درصد میشه بهش اعتماد کرد. باید بهتون بگم که سال 2011 یه سری دانشمند اومدن و یه سری تحقیق روی موش‌ها انجام دادن تا اینم بعد از بریده شدن سر موش تا چند ثانیه فعالیت مغز ادامه پیدا میکنه و اینجا بود که کاشف عمل اومد. بعد از بریده شدن سر موش تا 4 ثانیه فعالیت مغزشون ادامه پیدا میکنه. سلام، من عمو فادم و خوش اومدین به یه ویدیو جدید رندوم فکت. تو این چنل شما رندوم فکت های مختلف رو یاد میگیریم، پس وقتشه که سابسکرایب کنید. If after seeing this you think that a person is drowning in water. اگه شما این ویدیو رو دیدین و حس سوپر هیرو بودن بهتون دست داد که برین یه نفر که داره غرق میشه رو نجات بدین، باید بگم که دارین اشتباه میکنین. خودتون نیاز به یه سوپر هیرو دارین که باز شما رو نجات بده. توی این ویدیویی که دیدین که در واقع در اندونزی ضبط شده، متوجه این میشین که کروکودیل ها یک دونه قابلیت جدید رو آنلاک کردن. قابلیتشون اینجوریه که برعکس میشن و دستاشون رو جوری تکون میدن که انگار یه انسان در حال غرق شدنه. به جای اینکه برن شکار رو میارن سمت خودشون و اینجوریان که حاجی بذار یه دقیقه از اسنپ فودی انسان سفارش بدم برای خدا. اینقدر یعنی واقعا پیشرفت کردن و ترسناکه، واقعا ترسناکه. این وسط کافیه که یه نفر بپره تو آب تا اون کروکودیل انسان نما رو در واقع نجات بده و نهار بمباردیل و کروکودیل رو حاضر کنه. میدونم هممون راجع به اینکه زرافه‌ها تار صوتی ندارن شنیدیم، ولی این واقعا حقیقت داره. باید بگم که نه، این حقیقت نداره. ولی حالا جدا از شوخی، زرافه‌ها تار صوتی داره و خیلی پیش نمیاد که ازش استفاده بکنن و حتی اگه ازش استفاده بکنن ما نمیتونیم بشنویم، چون فرکانس صوتی که ایجاد میکنن پایین‌تر از حد فرکانس صوتیه که ما میتونیم بشنویم، پس نمیشنویم. تا اینجاش که طبیعیه، ولی باید بدونین قلب زرافه برای اینکه خون رو به گردن و مغز زرافه برسونه بین 40 تا 90 بار در دقیقه خون رو پمپاژ میکنه و فشار خون به شدت بالایی داره که تقریبا که نه گاهن بیشتر از 2 برابر فشار خون انسان. این داستان زمانی براش دردسر ساز میشه که زرافه میخواد گردن خودش رو خم کنه تا آب بخوره. این مقدار پمپاژ خون و فشار خون اگر بیشتر از 25 ثانیه در حالتی که گردنش خمه و داره آب میخوره طول بکشه، باعث میشه که خون توی سرش لخته بشه و حتی بمیره. کی میدونه؟ بولشت فکت امروز اینه که پسرها هر غریبه، رفیق، دوست، آشنایی که ببینن و داداش صدا میکنن غیر از داداش تنی خودشون. سابسکرایب کن.